محمد دوم مکه مکانت یا محمد سوم سر دفتر پیغمبرانی و چهارم غلامت یا محمد سری ما خاکی پایت یا محمد دل و جانمان فدایت یا محمد گذشته از پدر از مادر خود برای امتانت یا محمد محمد یا محمد یا محمد مبارک ماهی مولودت محمد محمد یا محمد یا محمد مبارک ماهی موجودت محمد محمد را کسی که دوست دارد کجا مالک ورا دوزخ درآرد محمد را کسی که دوست دارد کجا مالک ورا دوزخ درآرد به جان و دل محب مصطفی باش به یاران محمد جان فدا باش محمد یا محمد یا محمد مبارک ماهی مولودت محمد محمد یا محمد یا محمد مبارک ماهی موجودت محمد اگر دنیا به کس پاینده می بود محمد تا قیامت زنده می بود اگر دنیا به کس میکر وفاگی نمی ساخت ما را از آن حضرت جداگی زنم فریاد تا روز قیامت زنم فریاد تا روز قیامت محمد یا محمد یا محمد محمد یا محمد یا محمد مبارک ماهی مولودت محمد محمد یا محمد یا محمد مبارک ماهی موجودت محمد محمد را کسی که دوست دارد کجا مالک ورا دوزخ درآرد به جان و دل محب مصطفی باش به یاران محمد جان فدا باش به جان و دل محب مصطفی باش به یاران محمد جان فدا باش اللهم صل وسلم وبارك عليه اول از خدا بعد از کافر میترسم اول از خدا بعد از کافر میترسم از غیبت و تهمت و منت میترسم نه روزه نماز دارم نه خیر و سخا نه روزه نماز دارم نه خیر و سخا گناه بسیار است از مردن میترسم اجل پروای پیغمبر ندارد اجل پروای سیم و زر ندارد عجب رسمیست رسم آدمی زاد که جانش می رود باور ندارد هر آن کس قدری مادر را نداند همه دنیا برو لعنت بخواند که شیرین است مادر بهر فرزند کسی مادر ندارد او بداند پدر خوب است که مادر نازنین است او برادر میوه روی زمین است برادر قدر هم دیگر بدانید
که جایی آدمی زیر زمین است. دنیا به مثال تیری پرتافتنی است، آدم به مثال چیزی نایافتنی است. هرچی که طلب کنیم بیابیم به جهان. فرزند پدر میوه نایافتنی است. فرزند پدر میوه نایافتنی است. ای دل چون نصیب تو همه خون شدن است، احوال تو هر لحظه دیگرگون شدن است. ای جان به بدن بهر چی کار آمده ای؟ چون عاقبتی کاری تو بیرون شدن است. چون عاقبتی کاری تو بیرون شدن است. صحبت مرد خدا مردت کند، صحبت هر نوع سزا سردت کند. صحبت عاشق تو را عاشق کند، صحبت فاسق تو را فاسق کند. اللهم